دوباره خود اسماعیل شریفات با جنگندگی تو باز بازیکن شهرداری گرفت. علی حمودی، حالا فریدون زندی، عمران زاده جلو نیاز از راه دو پرقدرت و گل. یک گل استثنایی و فوق‌العاده از حنیف عمران زاده. چه شوتی زد عمران زاده و دروازه شهرداری باز شد. استقلال 1، شهرداری یاسوج 0. از اون گلای به یاد ماندنی که میتونه تیتراژ برنامه‌های تلویزیونی باشه زد عمران زاده. حرکت عمران زاده از زمین خود استقلال به میانه میدان که رسید، ضربه‌اش از پشت محوطه جریمه پرقدرت زد و دروازه شهرداری یاسوج باز شد. استقلال 1، شهرداری یاسوج 0. با هر بارم که صحنه نشون داده بشه دوباره تماشاگران استقلال کلی کیف میکنن.